إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين آیه 152 سوره اعراف. دایات قبلی الله متعال حالات موسی علیه السلام که غیرت زیاد سر دین الله کرده بود، سر توحید الله، به خاطر که قوم مبتلا به شرک شده بود، حتی برادر خود هم تأمل نکرد و او را کش کرد، از ریشش گرفته و سرش گرفته. به خاطر که یکی از جمله نشانه های عزیزه که سر شرک انسان باید زیاد خفه شوه و هیچ موقع و مجال برای کسی داده نشوه که همچی کارا انجام داده شوه. اما برادر تلاش خود کرده بود، ملامت نبوده. از امو خاطر زمانی که اصلی واقعیت و حقیقت برای موسی علیه السلام برادرش قصه کرد، موسی علیه السلام فهمید که برادر زحمت خود کرده، کشیده، اما قوم است که راه غلط ده پیش گرفته. از او خاطر از الله متعال دعا طلب کرد، ام برای خود و ام برای برادری خود. برای خود خو به خاطر طلب کرد که بدون پرس و سوال چرا دست درازی کرد برای برادری خود، اما برای برادری خود چرا دعا را طلب میکنه؟ اشاره به این میکنه که شده میتونه یک نوع غفلت از هارون علیه السلام آمده باشه، یعنی خلافت خوب مهم انجام نداده باشه. از او خاطر از الله متعال مغفرت طلب میکنه و بعد از او از الله میخواه که وادخلنا فی رحمتک، ما را در رحمت خود. یقینا انسان اگر رحمت الله متعال نباشه تباه و برباد است. انسان دارای بسیار نواقص و بسیار کاستی ها می باشه. اگر رحمت الله متعال شامل حال انسان نباشه تباه و برباد است. یک درس عظیم است به این که وقت انبیاء علیهم السلام طور خوف دار از الله متعال، با وصف که تمام لحظات عمر خدا در خدمت دین الله تیر میکنه، لیکن بازم با نیازمندی خدا به الله متعال پیش میکنه و رحمت الله را تقاضا میکنه. و بعد از او این درس میده که وانت ارحم الراحمین، توستی رحم کننده، تو خب بهترین رحم کننده از رحم کننده هاستی. صحیحه که شفقت و مهربانی را خیلی زیاد می داشته باشه، اما رحمت کامله که سبب نجات انسان از همه هموم و غم ها شوه، غیر از رحمت الله دیگر رحمت نیست. پدر و مادرم ترحم و شفقت داره، اما به او مرتبه و به او مستوى نمی رسه. تنها تا وقتی که در زیر توان و طاقتشان از سر انسان شفقت میکنه، اما تمام مشکلات انسان حل کرده نمیتونه. از امو خاطر است این آیت درس به ایسته که انسان رجوع به سوی الله متعال بکنه و تنها رحمت الله را به خود طلب بکنه. در اینجا الله جزای کسانی که مبتلا به این امر غلط شدن جزای ازوا را ذکر میکنه و این جزا تنها برای ازوا نه، بلکه الله به شکل قانونی عمومی هم در آخر آیت اعلان میکنه. ان الذين اتخذوا العجل، یقینا کسانانی که گرفتن یعنی ساختن گوساله را نعوذ بالله معبودی خود، سینالهم غضب، زود است که حاصل کنن برسه بر از یا غضب، من ربهم، از جانب پروردگارشان، و ذلت و خواری، ذلت یعنی رسوایی و خواری برسه فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا. و کذالک نجزی المفترین، این جزا مخصوصی این قوم نیست، بلکه هر مفتری را و هر کسی که نعوذ بالله حقیقت توحید الله را تکذیب میکنه، رای غلط ده پیش میگیره، اینمی قسم جزا برش داده میشه که غضب الله هم شامل حالش و ذلت و رسوایی را هم الله شامل زندگیش میکنه. در اینجا برای ما واضح شد که شرک سبب غضب الله متعال است و آنقدر غضب الله ای شد که توبهش الله قبول نکرد. بعضی مفسرین میتور توجیه میکنه به خاطر که تا وقت توبهشان الله قبول نمیکرد، تا وقتی که آماده نشان که بکشن نفرای دیگه این مردم قتل بکنه. از همون خاطر الله امر کرد که یکی دیگه تانه قتل بکنه. پس یکی دیگه خدا قتل کردن، آماده شدن به این گپ، چرا که یا کار خیلی ناشایسته را کرده بود. علتش چی بود؟ علتش این بود که یکی خویا گوساله و حیوانی که همیشه زیر اراده انسان کار میکنه و مسخر زیر دست انسان است، او را بری خود معبود و حاجت روا و مشکل کشا جور کرده. دوم است که یا نشانه های قدرت الله را قدم به قدم مشاهده کرده، معجزات موسی علیه السلام به چشم سر دیده، ولی بازم مرتکب کار میشه.
سوم است که این مردم آنقدر عجله و شتاب زده شدن که موسی علیه السلام وقت زیاد تیر نکرده بود، فقط 10 شب از امون میعاد خود زیاد تیر کرده بود، اما یا اینجا راه گمراهی را در پیش گرفتن. معلوم شد که نبودن پیغمبر در یک امت این سبب گمراهی مردم میشه، اما اگر کسی عجله میکنه او زود گمراه میشه. یا همونطور کردن در 10 شب نبودن این موسی علیه السلام نعوذ بالله به گمراهی مبتلا شدن. پس او کسانی که بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم پابندی سنت پیغمبر میکنه و برای احیا و زنده کردن سنت پیغمبر محنت میکشه، قربانی میده، این مردم درجه خاص خود داره. چرا؟ به خاطر که نبودن پیغمبر علیه السلام یک انسان محبتش آنقدر قوی با پیغمبر باشه که از سنتش دفاع میکنه و قربانی میده، این آدم یکی از جمله امتیازات بزرگ میگیره. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام سر اخیر امت هم افتخار میکنه، به خاطر از اینکه در حالت ندیدنی پیغمبر علیه السلام از سنت پیغمبر پیروی میکنه و راه دیگر منحرف نمیشه. از این آیت معلوم میشه که کسانی که بعد از وفات پیغمبر علیه السلام راه بدعت ها را یا شرک در پیش گرفته یا عینا مثل قوم موسی علیه السلام واری است که او هم موسی علیه السلام گم شد، برای 10 روز اضافه موسی علیه السلام باز نگشت، مردم نعوذ بالله به گمراهی مبتلا شد. موضوع دیگه است که الله متعال میگه کسی که کار میکنه و کذالک نجزی المفترین، مفترین کسانی را میگه که یک چیز به دروغ جور میکنه. پس پرستش غیر الله متعال یا کمک خواستن یا حاجت خواستن از غیر الله این افتراست، به خاطر که این قوت و قدرت الله به کسی نداده که مشکلات کسی را حل بسازه. اگر کسی کار میکنه الله متعال ذلت و رسوایی را برش نصیب میکنه. سفیان ابن عیینه رحمه الله از جمله محدثین است، از جمله علمای خیلی بزرگ است. او میگه که هر کس در دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدعت ایجاد کنه الله ذلت و رسوایی را نصیبش میکنه. گفت به دلیل آیت. کسی سوال کرد که کوکی در کدام آیتی گپ ذکر شده که توی گپ میگی؟ گفت اینا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله فی الحیات الدنیا. و مردکه برش گفت که خدا مورد بنی اسرائیل است. گفت آخری آیت بخوان و کذالک نجزی المفترین، اینمی قسم ما بدل میدیم عوض میدیم کسایی که افترا میکنه. یعنی به مو سرنوشتی که بر اسرائیل مبتلا شده، هر کسی که امی قسم شیوه و راه را برای نعوذ بالله ایجاد دین جدید میکنه، اینمی قسم جزا را ما برش داده رایستیم. از امو خاطر میگه هر مبتدع اتمن الله متعال در سرش ذلت گذاشته. انس ابن مالک ابن انس رحمه الله میگه که هر مبتدع در سرش ذلت است. قدرت الله متعال همونطور است. جایی که مبتدع است سرش خم است، بسیار حقیر می باشه. شما نمیبینید در وقت گرفتن پول اسقاط چقدر زمین کاویده رو ایستن بالا سعی کرده نمیتونه. اگر صدقه فطر مردم هم میگیره به این ترخیل گردن بلند گرفته نمیتونه. اگر در ختمان میره سرای خود پایین گرفته میباشه. چرا؟ به خاطر که یا بدعت میکنن الله متعال از ذلت سرشان مانده و هیچ عزت نصیبشان نمیشه. این گپ عادی نیست، قرآن خودش بیان میکنه. والذین عملوا السیئات، و کسانی که کارهای بد میکنه، قرآن کریم راه را بسته نمیکنه بالای کسی که مرتکب جنایت شده، بلکه راه را اعلام میکنه. امتیاز دین مقدس اسلام از نظامهای دنیا. در نظامهای دنیا یک کسی که جنایت میکنه برش جزا مقرر میشه، بندی میشه، حبس میشه، جریمه میشه. زمانی که او جنایتکار تو بندی کردی، در بندی خانه پلانهای دیگری را سنجش کرده رایسته. اگر سابق یک نقشه را یاد داشت، حالی 100 نقشه دیگر هم فرا می آموزه و دست به جنایت میده. عقدش بالا میره و به جای از اینکه او باز دست به جنایت نزنه، شروع میکنه جنایت های دیگر هم انجام میده. چرا؟ که عقدش کلان میشه. اما در نظام مقدس اسلام جنایتکار با وصفی که جزایش بیان شده، اما راهی را برش بیان میکنه که دیگه مرتکب جنایت نشوه. ولو که کفر و شرک باشه الله متعال توبه را قبول میکنه. شرط است که شرایط توبه قبول شوه. 3 شرط توبه داره: به جرم سابق خود اظهار پشیمانی و دستی از امی جرم خود کشیدن، از امی جنایت دست ورداشتن. سوم عزم راسخ و قصد تصمیم قاطع گرفتن که ما آینده ای کار نمی کنم. این را توبه میگه و این شرایطش است، ولو که شرک و کفر باشه. از او خاطر یک تعداد مفسرین میگه این در مورد قوم موسی علیه السلام است، لیکن بعضی مفسرین قائل به است که مخاطب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امت پیغمبر الله
تنبیه میده که اگر کسی مرتکب همچو جنایت شوه رای خلاصی داره یا نداره. الله متعال میفرمه که بله داره، ولی شده میتونه که بیان برای ازوان باشه، برای دیگرها هم باشه. والذین عملوا السیئات، و کسانی که کارای بد یا خراب انجام میده. اینجا سیئات نظر به تفسیر مفسرین شامل شرک و کفر هم است. اگر کسی شرک و کفر هم کرده باشه یا گناه های دیگر کرده باشه، ثم تابوا، بعد از رجوع میکنه از این جنایت خود، من بعدها، پس از اینمی انجام دادن سیئات، و آمنو، ایمان میاره. اینجا دو مطلب است. اگر سیئات شرک باشه مراد از آمنو واقعیت است، چرا که از رجوع میکنه از شرک خود و عقیده به الله میکنه، باز هیچ اشکالی نداره. این ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا پروردگار توی پیغمبر علیه السلام یا ای مخاطب، پس از اینمی توبه کردن، رجوع کردن به سوی الله و ایمان آوردن، لغفور، زیاد مهربان است که توبه را میپذیره، رحیم، رحم کننده است، حالات آینده از یار الله خوب میسازه. پس در اینجا اگر سیئات شرک گرفته شود، ثم تابوا من بعدها، از اینمی سیئات و شرک دستوردار میشه و آمنو، عقیده به الله متعال میکنه، عقیده توحید الله را، باز گپی نیست. اما اگر مراد از سیئات گناه ها باشه، کسایی که بعد از اینکه گناه انجام داده، عمل ناشایسته انجام داده، ثم تابوا، باز از این دستوردار میشه، رجوع میکنه به سوی الله، من بعدها، پس از انجام دادن سیئات، و آمنو، باز خود ایمان پس آن ذکر میشه، حالان که ایمان اول می باشه نه بعد از او. در اینجا مفسرین باز معنای آمنو را ایره میکنه، و آمنو، عقیده داره، باور داره که توبه ما پذیرفته میشه و الله توبه را میپذیره. از او خاطر بازی طور توجیه میشه، چرا که ایمان خود سابق می باشه از عمل کرده. یعنی امید توبه را به نیت و اراده باور بودنش که بله توبه را الله قبول میکنه، این رجوع کرد به سوی الله. یا بعضی مفسرین جواب ایره میده و آمنو، اگرچه ایمان بعدن ذکر شده، خو ایمان وقتی معتبر میشه که انسان دست از جنایت کشیده باشه، تخلیه پیش می باشه از تحلیه کرده. یعنی انسان باید زمانی که یک ایمان خود کامل میسازه باید تخلیه کرده باشه، خود تصفیه کرده باشه، و این تقریبا تاییدش توسط حدیث هم میشه. پیغمبر علیه السلام میفرمه لا یزنی الزانی و هو مؤمنون، زناکار زنا نمیکنه در حالی که مؤمن باشه. در توجیه حدیث گفته میشه که امو نور و فروغ ایمان، امو روشنی ایمان در قلبش دور میشه، از او خاطری مبتلا به این گناه شد. اگر روشنی ایمان و شعله ایمان در قلبش میتابید، هیچگاه دست به جنایت یا گناه نمیزد. هر انسانی که جنایت میکنه، گناه میکنه، در حقیقت امو شعله ایمانش خاموش میشه، سیاه میشه. یا ایسته که در یک امام بخاری رحمه الله میگه که ایمان بالا میشه از سری ازی، یعنی از وجود ازی بیرون میشه، بالا استاد میشه. زمانی که از جنایت برای پس در وجودش داخل میشه. پس اینجا و آمنو با این خاطر میگه که کسی از گناه جنایت بند کرد خدا، آلی یقینا ایمانش کامل است، یا نور ایمانش آلی میتابه، چرا که انسان در وقت جنایت نور ایمانش نتابیده، در مطابق روشنی ایمان عمل نمیکنه. از او خاطر کلمه و آمنو را بعد از او ذکر کرده. این ربک من بعدها، یقینا مالک و متصرف، ذاتی که همه اختیارات پیشش است. پس از این قسم حالت که انسان جنایت هم بکنه لیکن توبه بکنه، الله مهربان ذات است. این احسان بزرگ الله متعال است، وگرنه انسان ها اگر الله توبه را قبول نمیکرد تباه میشدن. رحیم، رحم کننده است. اگر انسان مسیر خودت درست بگیره، در راه نیک بره، الله اسباب نیکی را برش مهیا میسازه، رحمتش امیسته. لیکن گپ در خود انسان است که کدام مسیر انتخاب میکنه. ولما سکت عن موسی الغضب، و هرگاه که خاموش شد از موسی علیه السلام غضب، اخذ الالواح، موسی علیه السلام خیلی هیجانی بود، غضب فرا گرفته بود. چه از امو خاطر این دلیل بالای غیرت موسی علیه السلام بالای دین الله متعال بود که خیلی زیاد خفه شده بود و از دستی که خیلی غضب کرده بود تخته ها را، بعضی مفسرین میگه که به بسیار چالاکی ماند و بیننده طور فکر میکرد که انداخت شه، لیکن بعضی مفسرین میگه که نه انداخته، حتی میده شده تخته ها. این اعتراض میشه بالای پیغمبر که چرا تختی که در او هدایت بوده الله متعال تخته های تورات داده بود او را انداخت. بله، بس اوقات همینطور میشه که غضب، در حالت غضب انسان خود کنترل نمیتونه، خصوصا غضبی که قوم مرتکب شرک شده باشه. برای ما همینطور بکار است که اگر ما اقارب خود، قوم خود در این طور حالت میبینیم، یقینا انسان باید برداشت نکنه.
شب بروز تلاش یزیره بکنه که مردم از شرک بکشه. چرا که موسی علیه السلام همینطور حالت آورده بود و برای مردم تقریر کرد، مردم درک کرد. بنی اسرائیل دیستی خود ملامت کردن، آماده شدن به اینکه نفسای خود قتل بکنه. از او خاطر موسی علیه السلام اگر انداخته باشم، این دلیل متانت موسی علیه السلام در مورد دین الله هست و محبتش با توحید الله هست. از او خاطر پشت سرم و اخذ الالواح، تخته ها را گرفت، و فی نسختها، در نوشته های تخته ها، هدن و رحمتون، برنامه جامع هدایت بود و رحمت بود. برای کی؟ للذین هم لربهم یرهبون، برای کسانی که خاص برای از پروردگار خود ترس داره، خوف داره، یعنی و خوفش به خاطر الله متعال است. در اینجا منظور ایست که این تخته های تورات که موسی علیه السلام آورده سبب هدایت، چی پروگرام هدایت انسان هاست و سبب رحمت است. چرا که عمل سری احکام تخته ها که میشه، این سبب رحمت الله میشه. برای قرآن کریم هم چو صفات ها ذکر میشه. در هر تاریخ الله متعال که کدام کتاب برای پیغمبر روان کرده، اونمو کتاب سبب هدایت یا پروگرام یا نظام هدایت برای امو قوما بوده. مثل که قرآن نظام هدایت برای بشریت حالی است. اگر بشریت میخواه که واقعا ما هدایت یافته شیم، رای واقعیت پیدا بکنیم، بدون قرآن بدون کتاب الله هدایت نصیبشان نمیشه. الله اینجا میگه که تخته های تورات هم نوشتش یک پروگرام جامع هدایت بود و رحمت بود، یعنی سبب و ذریعه رحمت بود که مردم سرش عمل میکنه. خب بله، از این استفاده کی میکنه؟ قرآن خب برای کلگی هدایت است، اما کسی از این هدایت ورداشته میتونه که بشینه به قرآن کریم تسلیم شوه، ایره واقعا احساس ضرورت خود برای کتاب الله بکنه. اگر احساس ضرورت برای کتاب الله نکرده باشه، سالا پشت دکان خود رفته، پشت موتر خود رفته، دفتر و دیوان و زمین و کار و روزگار و کارخانه خود رفته، تجارت خود، و یک روزم به کتاب الله گوش نگرفته، از کجا هدایت برش حاصل شود؟ قرآن کتاب هدایت برای همگی است، اما برای کسی که با قرآن رابطه پیدا کنه. الله متعال در مورد تورات هم میگه للذین هم لربهم یرهبون، برای کسانی است که یا واقعا برای پروردگار خود خوف دارن، یعنی به خاطر الله خوف در قلبشان موجود است. پس اونطور مردم ها استفاده هدایت از کتابای الله متعال میکنه، در غیر از اون نمیکنه. زمانی که قلب ما هیبت الله را فرا بگیره و ما در غم آخرت شویم، زمانی که غم آخرت میخوریم که کی کامیاب میشیم، راه کامیابی ما در آخرت چیست، مجبور هستیم به کتاب الله رجوع بکنیم. چرا که راه های کامیابی را الله بر ما نشان میده که اینی راه کامیابی است. او هر کسی که نعوذ بالله خوف نداره از الله متعال، از آخرت غافل است، و کی به کتاب الله اعتنا میکنه یا اهتمام میکنه. و اختار موسی قومه 70 رجلا، برگزید موسی علیه السلام از قوم خود 70 نفر موسی علیه السلام از قوم انتخاب کرد، لمیقاتنا، برای وقت وعده ما، یعنی وقتی که ما قطش سخن میگفتیم در کوه تور. چرا این 70 نفر میره؟ مفسرین مختلف نظرات داره. بعضی میگه کسانی که گوساله پرستی کرده به خاطر عذرخواهی امو مردم در پیش الله در اون جمعه که قوم اینی کاری غلطه کرده، یا الله تو معاف کن. لیکن این قول ضعیف معلوم میشه. چرا جنایت یکی بکنه و عذرخواهی را کسی دیگری؟ بعضی قائل به ایسته که نه، یا خود تقاضا کردن که برای ما چیزی داده شود از کتاب، پس موسی علیه السلام برای گرفتن تورات یا را انتخاب کرده بود. و قرآن کریم واقعه را به ترتیب ذکر نمیکنه، بلکه جز واقعه را برای یک هدف ذکر میکنه. از او خاطر تالی را تورات داده نشده، قبل زیاره برده. دو سوم گپ که مناسب تر معلوم این میشه، زمانی که تورات موسی علیه السلام به این مردم خواند، این مردم که کدام احکام در تورات بود، یک تعدادش که فاسق بود، دینگریز بود، نعوذ بالله، شانه را خالی میکرد از ادای وظیفه یا انتقاد اعتراض کردن، که این موسی علیه السلام از دست خود نوشته کرده به ما آورده. این گپای ملاهاست، گپای الله متعال نیست. حالا مگر در تلویزیون و رادیو بس اوقات همین مردمای دینگریز همین گپا را میزنه، میگه خصوصا در موقف زنا، در مورد حقوق زنا. همین او روز ما یکی شنیدم، یکی از جمله مشهورترین همین زنایی که در پارلمان است، میگه این ملاها دنیا را تن کرده.